سلام. اگه دوست دارین یه برنامه‌نویس وب بشین اما نمیدونین باید از کجا شروع کنین، حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کنین، چون تو این ویدیو نه فقط مسیر راه و مدت زمان رسیدن بهش رو مشخص میکنم، بلکه راجع به اصول پایه وب هم باهاتون صحبت میکنم و در پایان این ویدیو شما متوجه میشین که چه تکنولوژی هایی رو باید به چه ترتیبی و تا چه مدت زمانی یاد بگیرین. همینطور راجع به مسائل پایه و اساسی وب هم آشنایی پیدا میکنین و اصلا کلا عملکرد وب رو یاد میگیرین و تفاوت این که یک فرانت اند کار با یک بک اند کار چه فرقی داره رو متوجه میشین و میتونید روی یکی از این شاخه‌ها تمرکز کنین. البته من معتقدم هر کسی که فرانت اند میخواد کار کنه حتما باید یه دانش کوچیکی راجع به بک اند هم داشته باشه و هر کسی که بک اند کار میکنه حتما باید یه ذره راجع به فرانت اند هم اطلاعات داشته باشه. پس اگر آماده هستین بیایم با هم شروع کنیم. قبل از اینکه وارد بحث کدنویسی بشیم باید یه درک کلی از اصول پایه رو داشته باشیم، اینکه یه وبسایت چجوری کار میکنه، فرانت اند و بک اند چی هستش و این همینطور کد ادیتورها چی هستن. تمام سایت ها از یه سری فایل تشکیل شدن که این فایل ها داخل یه پوشه‌ای، داخل یه کامپیوتری که بهش میگیم سرور ذخیره شده. این سرور به اینترنت وصله. شما میتونید از طریق براوزرتون توی موبایل، کامپیوتر یا تبلتتون این سایت رو لود کنید و براوزر شما کلاینت هم نامیده میشه. پس هر موقع که شما روی یه لینکی رو توی ادرس بارتون می‌نویسین یا اینکه روی دکمه یا لینکی کلیک می‌کنین، یه درخواست از سمت شما که کلاینت باشین به سمت سرور ارسال میشه و جواب اون توی براوزر شما نشون داده میشه. این تبادل اطلاعات بین کلاینت و سرور رو بهش میگیم همون ماهیت اصلی اینترنت. وب دیولپمنت یا برنامه‌نویسی وب به 3 قسمت تفکیک میشه: فرانت اند، بک اند و فول استک. این تقسیم بندی نشون میده که یک برنامه‌نویس دقیقاً توی کدوم قسمت از پروسه وب کار میکنه. فرانت اند همونطور که از اسمش پیداست، یعنی با چیزایی کار میکنه که کاربر در ارتباطه با اون چیدمان صفحه، افکتایی که توی براوزر دیده میشه و کلا نحوه نمایش اطلاعات. ولی بک اند قسمتی برنامه‌نویسای بک اند روی قسمتی کار میکنن که کاربر الزاما اون رو نمیبینه، ولی برای نمایش فرانت اند به اون بک اند احتیاج هست. فول استک هم معمولا برنامه‌نویسای خبره هستن که هم توی بک اند و هم توی فرانت اند تبحر دارن، روی هر دوی اونها کار میکنن. من اگه بخوام به صورت ساده‌تر فرانت اند و بک اند رو بهتون توضیح بدم، میتونم مثال یه رستوران رو بهتون شرح بدم. فرض کنید اون قسمت غذاخوری رستوران فرانت اند شماست. اون چیدمان و دکوراسیون رستوران، غذایی که شما میخورین و نحوه سرو اون، همه اینا مربوط به فرانت اند هستن. ولی اون قسمت پشت که شما نمیبینین، یعنی اون آشپزخونه و تدارکات، همش بک اند هستن که بدون اونها این رستوران اصلا کار نمیکنه. برای درست کردن یه وبسایت شما به یه کد ادیتور احتیاج دارین که بتونید کداتون رو به راحتی اونجا بنویسید که بهش آیدی هم میگن. گزینه‌های محدودی توی بازار وجود داره مثل VS کد، بعد سبلایم تکست، اتم، ولی باید بگم که بین اونها محبوب ترینشون VS کد هست، چون هم مجانیه، هم کار کردن باش راحته، هم خیلی سریع و همینطور قابلیت کاستومایز کردن داره. حالا که با مفاهیم پایه آشنایی پیدا کردیم، میریم سراغ جزئیات. با فرانت اند شروع میکنیم. فرانت اند از 3 نوع فایل تشکیل شده: HTML، CSS و جاوا اسکریپت. HTML بلوک‌ها و پایه‌های اصلی وبسایت شما هستش. یه فایلی هستش که براوزر شما اونو میشناسه، از یه سری تگ تشکیل شده که هر تگ نشون میده که اون چیزی که شما نوشتین یا توی صفحه وارد کردین چی هست. مثلا تگ تایتل داریم که تیتر صفحه رو مشخص میکنه، تگ پاراگراف داریم که مشخص میکنه این متنی که نوشتین پاراگراف، تگ لیست داریم، تگ ایمیج، تگ لینک و این تگ ها به به خودی خود هیچ چیدمان خاصی ندارن و مثل یه فایل ورد میمونن. پس شما برای اینکه به صفحه‌تون چیدمان بدین، به صفحه‌تون حالت زیباتر و جذابتری بدین، احتیاج به یه چیز دیگه دارین که بهش میگن CSS. CSS که استایل شیت لنگویج هستش، یک زبانی هستش که توسط اون شما میتونید مشخص کنین که هر تگی، هر قسمتی از سایتتون دقیقاً کجا قرار بگیره، چه رنگی داشته باشه و همینطور میتونید بهش افکت‌های کوچیکی هم بهش بدین. مثلا با حرکت موس روی یه لینک یا روی یه عکس، اون عکس یا لینک رنگش عوض شه یا یه ذره بزرگتر بشه. اگر بخواید انیمیشن های کامل تری درست کنید، احتیاج به یک زبان برنامه‌نویسی دارین، چون HTML و CSS زبان برنامه‌نویسی نیستن. HTML که زبان مارکاپ هستش و CSS هم زبان استایلینگ هستش.
پس احتیاج به زبان برنامه‌نویسی دارین که اون هم هست جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت توی براوزر شما اجرا میشه و به یک سری عملیات شما پاسخ میده. مثلا اگه روی دکمه کلیک کنین که اسکرول تو تاپ هستش، صفحه به سمت بالا اسکرول میشه. روی یه دکمه کلیک کنین که باکس باز بشه، یه باکس رو براتون باز میکنه و به این ترتیب به یک سری هم باعث میشه که سایت شما حالت اینتراکتیو تری داشته باشه و هم باعث جذابیت و زیبایی و بالا بردن یوزر کیفیت سایتتون میشه. و اما اینکه چقدر احتیاج دارین زمان برای اینکه اینا رو یاد بگیرین. با فرض اینکه شما روزی 3 تا 5 ساعت زمان میگذارین برای یادگیری HTML 1 ماه به زمان احتیاج دارین، برای یادگیری CSS هم به 1 ماه دیگه و برای یادگیری جاوا اسکریپت به 1.5 تا 2 ماه زمان احتیاج دارین. البته توی 2 ماه شما یه جاوا اسکریپت کار حرفه‌ای نمیشه، ولی یک دانش محدودی از جاوا اسکریپت به دست میارین که به مرور زمان با کار کردن روی پروژه میتونین اونو بیشترش کنین. یادگیری این 3 زبان پایه اولیه فرانت اند هستش. شما برای کامل کردن دانش فرانت اندتون باید یه سری تکنولوژی‌های دیگه هم یاد بگیرین. پکیج منیجر یک مجموعه آنلاینی از سافت‌ورهایی هستش که بهش میگن پکیج. این پکیج ها توسط افراد دیگه نوشته شده و غالبا اوپن سورس و مجانی هستن. شما میتونید با اضافه کردن اونها به برنامه‌تون توی ساعت‌ها کدنویسی و صدها و هزارها سطر کد صرفه‌جویی کنید و میتونید از کدهایی که دیگران نوشته شدن به راحتی توی برنامه‌تون بدون زحمت استفاده کنید. معروف ترین پکیج منیجرهای یارن و نود پکیج منیجر یا NPM هستش که من برای شروع پیشنهاد میکنم که NPM رو انتخاب کنید. یه تکنولوژی خیلی مهمه دیگه سورس کنترل یا ورژن تولز هستش که این یه سیستمی هستش که به شما این امکان رو میده که نسخه های مختلف برنامه‌تون رو نگه دارین. هر موقعی که شما برنامه‌تون کار نکرد یا به این مشکل توی برنامه‌تون برخورد کردین، خیلی راحت میتونید یک نسخه یا یکی از نسخه‌های قبلی رو خیلی راحت برگردونین و این قابلیت زندگیتون رو نجات میده. محبوب ترین سورس کنترل ها اسمش گیت هستش که الان 70% شرکت و برنامه‌نویسا ازش استفاده میکنن. توی گیت نه فقط تمام فایل های پروژه شما رو نگه میداره، بلکه تاریخچه تغییرات شما رو توی یه فایل هایی به اسم ریپوزیتوری نگه میداره. شما میتونید به صورت همزمان با چندین برنامه‌نویس توی یه پروژه کار کنید و هر زمان که دلتون خواست به تغییراتی که انجام دادین دسترسی داشته باشین، بتونید نسخه های قبلی رو برگردونید یا اینکه ببینید که چه تغییری توی نسخه های قبلی انجام دادین. اینها تکنولوژی هایی هسته که شما حتما باید بلد باشین، اما چند تا تکنولوژی دیگه هم هستش که با یادگیری اینها کار شما ساده تر میشه و یک فرانت اند کار حرفه‌ای تری میشین. اولینش ساس و بوتسترپ هستش. برای CSS بوتسترپ رو یاد بگیرین که یک فریم ورکی از CSS هستش و یا اینکه ساس رو یاد بگیرین که یک اکستنشنی برای CSS هستش که هر کدوم از اینها کار شما رو سریعتر میکنه. و نکته بعدی فریم ورک های جاوا اسکریپت هست. وقتی روی پروژه بزرگتر کار میکنین، فایل های جاوا اسکریپت شما خیلی سردرگم کننده و پیچیده میشه. پس لازمه که از این فریم ورک استفاده کنید تا هم فایلاتون و کدهاتون نظم و ترتیبی داشته باشه و همین که بتونید از این سری کدهایی که توسط دیگران نوشته شده استفاده کنید و توی زمان و انرژی و کدنویسیتون صرفه‌جویی کنید. در حال حاضر 3 تا فریم ورک خیلی محبوب وجود داره که شامل ریاکت و انگولار و ویو هستش که بین اینها ریاکت از همه محبوب‌تر هستش و البته هر سه اینها خوب هستن. ریاکت توسط فیسبوک نوشته شده، یه لایبرری هست نه فریم ورک، و ریاکت هم و انگولار هم توسط گوگل نوشته شده که اونم یه فریم ورک محبوب هستش، ولی در حال حاضر محبوب ترین اونها ریاکت هستش. من پیشنهاد میکنم برای شروع ریاکت رو یاد بگیرید. شرکت های مختلف روی پروژه های مختلف از فریم ورک های مختلف استفاده میکنن، پس ممکنه شما طی زمان از یه فریم ورک به یک فریم ورک دیگه سویچ کنین، ولی وقتی یکی رو یاد گرفتین سویچ کردنش به فریم ورک دیگه براتون راحت تر خواهد بود. برای یادگیری مثلا به فرض ریاکت شما به 2 ماه زمان احتیاج دارین و حتما باید با نوشتن پروژه سعی کنین که دانشتون رو بیشتر کنین و ریاکت رو کامل تر یاد بگیرین. میرسیم به بک‌اند. بک‌اند از 3 قسمت تشکیل شده: سرور، زبان‌های برنامه‌نویسی و دیتابیس. همونطور که گفتم تمام فایل های سایت شما در داخل یه
کامپیوتری به اسم سرور ذخیره میشه. سرور سیستم عاملش میتونه ویندوز یا لینوکس باشه. مهم نیست شما بلد باشین که چطور یه وب سرور رو راه اندازی کنین، اما لازمه که مدیریت وب سرور رو کاملا بلد باشین که بحث خیلی پیچیده‌ای هستش و اگر علاقه داشته باشین توی آموزش‌های بعدی راجع به اون بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. فقط در این مرحله بدونین که حتما برای یک بک اند کار لازمه که یک دانشی از مدیریت سرور و یه مقداری از پیکر بندیش بلد باشه. میرسیم به زبان‌های برنامه‌نویسی بک‌اند که تعدادشون نسبتاً زیاده. شما مثلا محبوب ترینشون شامل PHP، پایتون، روبی، سی شارپ و نود جی اس هستش که در بین اینها نود جی اس اخیراً خیلی محبوب شده و در اصل همون جاوا اسکریپت هستش که سمت سرور اجرا میشه. مهم نیست که شما کدوم زبان رو انتخاب کنین، فقط حتما سعی کنین که توش خیلی تمرین کنین و تسلط پیدا کنین. چند ماهی هم برای یادگیری کامل یک زبان برنامه‌نویسی سمت سرور احتیاج به تمرین و یادگیری و پشت کار داریم. و نکته آخر دیتابیس هستش. دیتابیس جایی هست که دیتاهای سایت شما شامل اطلاعات کاربران، محصولات سایت و غیره داخل اون ذخیره میشه. اغلب دیتابیس ها از زبانی به اسم SQL یا که CQL هم تلفظ میشه استفاده میکنن. در SQL داده ها به صورت جدول در داخل دیتابیستون ذخیره میشه، درست مثل اکسل، و شما میتونید با زبان برنامه‌نویسی که بهش میگن کوئری داده ها رو از دیتابیستون بخونین یا اینکه اونها رو ویرایش کنین، حذف کنین و یا داده جدید وارد کنین. SQL هم توی لینوکس وجود داره و هم توی ویندوز وجود داره. برای ویندوز میکروسافت SQL سرور هست و برای لینوکس MySQL سرور هستش. نوع دیگه از دیتابیس هم وجود داره که ساختار جدول مانند نداره که بهش میگن مونگو دی بی که برای برنامه‌های مثل ریاکت و انگولار اخیراً خیلی ازش استفاده میکنن که این حالت جدول مانند نداره و مثل فرمت جیسون داره و فایل به فرمت جیسون داخل دیتابیس ذخیره میشن. و اینا چیزهایی هستش که برای یک بک اند کار باید بلد باشه. راجع به بک‌اند خیلی کم صحبت کردم چون که فکر می‌کنم بک‌اند اینقدر گسترده هستش که لازمه براش به صورت جدا جدا فیلم تهیه کنم. پس اگه دوست دارین بیشتر راجع به بک‌اند بدونین لطفاً برام توی کامنت‌ها بنویسید و اینکه حتما نظرات پیشنهاداتتون رو با من در میون بذارین تا و اینکه بهم بگین که دوست دارین ویدیو بعدی راجع به چی باشه. بریم ویدیو بعدی.